این نوار شکار انسان از طرف پهپاد نیروهای روسیه است که 4 آگوست همگی چند لحظه پس از حمله توسط اداره حربی ولایت خرسان اوکراین به خبرگزاری‌های بین‌المللی داده شده است. اوکراین اصرار می‌ورزد که حمله به تاجر 52 ساله میوه در شهر جنوبی خرسان جنایت حربی میباشد. به قول مقامات اوکراین مدیر پهپاد دیده و دانسته فرد غیر نظامی را هدف شکار قرار داده است. همسرم فرار کرد. پهپاد به طرف من روی آورد. ما در راست ماشین بودیم. من به اون نشان دادم که ببین در اینجا یگان چیزی حربی نیست. خبرگزاری ریترز مکان حمله را به واسطه ماهواره و نوارهای بایگانی تصحیح کرده است. جسم و جثه تاجر هم به مرد در نوار ظاهر شده همخوانی دارد. به گفته مقامات یوری از این حمله با وجود جراحات جان به سلامت برده است. در نوار از شفاخانه دیده می شود که پشت و پایهای این تاجر زخمهای جدی دارند. در صحبت با حکومتداران محلی یوری گفته است که جای گریز نداشت. پهپاد در تاری سرم چرخ میزد. من از یک سو فرار کرده و از سوی دیگر به اون نشان میدادم که اینجا چیزی نیست. همسرم فریاد کرد که گریزم، ولی کجا گریزم؟ همه دشت است. تا پناهگاه از بمب ها مسافت طولانی بود. البته این دهشت بود. ریترز درباره زمان حمله و سنه مصاحبه با یوری معلومات دقیق نداشته است. در همین حال یوری میگوید او حاصل دهقانی خود و بعضی همسایه‌ها را با فروش میبرارد و این بار اول نیست که او از طرف نیروهای روسیه هدف تعقیب و حمله قرار میگیرد. این عملا حمله دوم است. بار اول من عازم خانه خوشتامنم بودم. در این باره پلیس هم پروتکل ترتیب داده است. اون زمان بام ماشینم زیان دید. ما توانستیم از آتش پنهان شویم. پلیس هم را ثبت کرده است. اون وقت ماشین را تعمیر کردیم. حاضر دیگر وسیله نداریم. ما باید برای روزگذرانی محصولاتمان را فروشیم. وزیر کار خارجه اوکراین اندری سبیها اظهار نمود که این حمله بخش از حمله های خودسرانه حربیان روسیه می باشد که باید از طرف جامعه جهانی محکوم گردد. تا حال وزارت مدافع روسیه به درخواست شرح این حادثه پاسخ نداده است. سر از آغاز هجوم روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022 هم روسیه و هم اوکراین بارها با حمله به هدفهای ملکی متهم شدند، ولی هر دو جانب این اعلام را رد می کنند.